عاشق شدین تو نوجوانی؟ من مجنونوار کسی رو دوست داشتم و بعد من مثلا هی میرفتم میومدم بهانه‌های مختلف کم کم مثلا به هم علاقه‌مند شدیم، اما بعد مثلا تو دانشکده میدیدمش. این مسیر رو که میرفتم میخوام بهتون بگم تمام این خیابون‌های هفته تیر بوی اونو میداد. من اینجوری استشمام میکردم تا برسم بهش که منو عجب عشق عمیقی داشت. آره به هر دلیلی خواستیم ازدواج کنیم و اون آقا برگشت تهش گفت دیپلم داری؟ دیپلم مثلا من فوق لیسانس هم نمیدونم چی هم اینا خانواده ممکن نفره. قلب منو شکوند. انقدر من شکستن قلبمو شنیدم، صدای شکستن قلبمو. شاید شانس آورده ایم که بعضی از درها هرگز به رویمان باز نشد. ببین خیلی وقت در وقتی باز بشه بعدا میگیم آخ چرا این کارو من کردم، چرا اصلا قبول کردم از این کمکی که میخواستم، کاش قبول نمیکردم، چون بعدا بیچاره میکنم. مولانا میفرمایند بس